چت جی پی تی چی هستش؟ بیاین از خودش بپرسیم. میگه من یک مدل هوش مصنوعی هستم تا طراحی شدم به سوالهای شما پاسخ بدم، مشاوره‌های متنوع ارائه بدم و شما رو تو حل مسئله و ارتقای دانشتون کمک کنم. خب این تعریف چت جی پی تی هستش و امروز میخوام تجربیات خودم رو از استفاده از چت جی پی تی به شما بگم. امروز میخوام به شما یاد بدم که چطوری از چت جی پی تی برای آموزش مسائل و موضوعهایی که بهش علاقه دارین ولی نمیدونین چجوری شروع کنین و انجامشون بدین ازش استفاده کنین. من خودم یاد گرفتن چیزای جدید رو خیلی دوست دارم. حالا میتونه در مورد روانشناسی باشه، در مورد تکنولوژی باشه، در مورد ادیت فیلم باشه، در مورد عکاسی باشه. برای یاد گرفتن همه اینها یه برنامه کلی هستش که اگر بتونین ازش استفاده کنین، چیزی که میدونین و میخواین رو، بهترینش رو با بهترین منابع به شما تقدیم میکنه و به شما میگه که چطور از اون چیزی که میخواین یاد بگیرین چطور استفاده کنین، چطور از کجا شروع کنین و چه برنامه متمرکزی برای اون بچینین که شخصی سازی شده باشه برای خودتون. بیایید تا به شما هم این نکات رو بگم. شما فقط کافیه وارد وبسایت chat.openai.com بشین و بعد از اینکه خب اکانت خودتون رو باز کردین، شروع کنین تو قسمت مسیج ها سوالات خودتون رو مطرح میکنین. بعد جا ببینین هر کس روش خاصی برای اون سرچ تو قسمت چت جی پی تی داره. من میخوام در مورد یک اصلی صحبت کنم که خودم شخصا از این روش برای پرسیدن سوالاتم و اون موضوعی که میخوام در موردش یاد بگیرم تو چت جی پی تی از این تکنیک استفاده میکنم. بهش میگن تکنیک 80-20 یا اصل پارتو، که اونم به این معنی هستش که 80% نتیجه ها از 20% تلاش های شما میاد. الان بریم ببینیم چجوری این از این اصل پارتو من توی سرچ چت جی پی تی ازش برای پرسیدن و شفافسازی سوالم ازش استفاده میکنم. من میام اینو چجوری سرچ میکنم، میام مینویسم من میخوام استفاده از برنامه کانوا رو یاد بگیرم و میخوام برای ادیت عکس و فیلم هام از این برنامه استفاده کنم. میتونی با تکیه به قانون اصل پارتو برنامه آموزش موثری برای من ارائه بدی و این رو براش سند میکنم و میبینی که تو عرض چند ثانیه شروع میکنه جوابهای مورد نظر شما رو براتون لیست میکنه و شما میتونید نسبت به جوابهایی که داده خب اون مشکلتون رو حل کنین و آموزش رو شروع کنین. خب یه نکته که میخوام بهتون بگم این هستش که خب چت جی پی تی فکر کنین که یک آدمی روبروی شما واسطاده، مثل یک پزشک، شما باید اون موضوع و مسئله‌تون رو آروم دونه به دونه بهش بگین، اون بفهمه و نسبت به اون به شما جواب بده. مرحله دوم اینه که برنامه کامل متمرکز برای خودمون ازش بخوایم. میگه که خب من یک کارمند هستم یا مثلا من دانش آموز هستم، فقط روزهای پنجشنبه و جمعه 2 ساعت وقت دارم که بتونم از کانوا بگیرم و ازش استفاده کنم. همه این اطلاعاتو بهش میدی و اونم منظم برات یه دونه برنامه مناسب خودت رو برات میچینه و اونو برات میفرسته. چجوری؟ بیایم اینم یه نمونه با هم بنویسیم. مثلا میایم مینویسیم با توجه به موضوع بالا برای من برنامه یادگیری 1 هفته‌ای ارائه بده تا بتونم کانوا رو یاد بگیرم و ازش به صورت مبتدی استفاده بکنم. و اینجا اطلاعات میدیم که مثلا من دانشجو هستم و فقط 2 روز در هفته و 3 ساعت وقت یادگیری دارم. لطفاً این ساعت شامل تست کردن کانوا هم باشه.
میزنیم و دوباره میبینیم که اینجا برای ما برنامه هفتگی ما رو آورده. مثلا روز اول و دوم چیکار کن، روز سوم چهارم چیکار کن، روز پنجم ششم و روز آخر سرم به چند تا نکته مهم داده که میتونی با انجام دادن اونا آموزش تو سریعتر و حالا بهتر کنی. و خب تو قسمت آخر من میام از چت جی پی تی میخوام اون منابع لازم که میتونه حالا یک فیلم باشه، یه پادکست باشه، مقاله باشه یا ویدیو باشه رو به من منابعش رو بنویسه تا من برم نسبت به اون و روش‌های مختلف یادگیری از این برنامه رو هم یاد بگیرم. خب بریم این رو هم با هم تایپ کنیم. برای موضوع بالا منابع مختلف مثل کتاب، پادکست، مقاله و وبسایت معرفی کن تا بتونم اطلاعاتم رو بیشتر بکنم، روش‌های دیگه استفاده از اون برنامه رو هم بتونم یاد بگیرم. میفرستیم ببینیم چی میگه. بعد از اینکه فرستادیم میبینیم که توی ثانیه 1000 تا برای شما توصیه و پیشنهادهای کتاب، پادکست، مقالات، وبسایت، دوره آموزش آنلاین شما ارائه میده. یک قدم بعدی که شما رو میتونه برای تو یادگیری برنامه‌ای که میخواین کمک کنه این هستش که پروژه محور جلو بره. ازش بخواین که به شما پروژه بسیار مبتدی نسبت به اون لولی که هستین به شما بسپاره و بتونین ایراداتتون رو بررسی کنین و ببینین. میام مینویسم که من به ادیت عکس در کانوا علاقه‌مند و همونقدر هم مبتدی هستم. میخوام بدونم چطوری از طریق کانوا میتونم عکسم رو ادیت کنم. میتونی برای من یک تمرین پروژه محور مبتدی و ساده ارائه بدی تا بتونم انجام بدم و نقاط مثبت و منفی خودم رو از این طریق ببینم. میفرستیم میره. دوباره بعد از چند ثانیه شما میبینید که براتون چند مدل پروژه طراحی کرده و فرستاده و میگه که میتونی از طریق اینها یاد بگیری. این پروژه ها رو که وقتی که داد اگه خوشمون نیومد میتونیم پایینش بنویسیم که یکم بهترش کن یا مثلا اختصاصیش کنیم، بگیم که در مورد این حوزه میخوام پروژه داشته باشم، برای من مثال از این پروژه ها بزن، یا هم بهش بگیم که این مثال ها خیلی کمه، یه 20 تا مثال دیگه بزن. دوباره 20 مثال دیگه میزنه. خب دستتون خیلی بازه دیگه، مثل یه آدم هستش که نشسته رایگان داره به شما مشاوره میده. واقعا چی بهتر از این؟ چی بهتر از این؟ بیشتر معلوماتو داره، بیشتر اطلاعاتو داره، دم دستتون هست و اینکه دم دستتون هست. آره، هر موقعی که خواستین، هر موقعی که سوالی تو ذهنتون اومد میتونین واردش بشین و بپرسین و اونم تو عرض چند ثانیه جواب سوالات شما رو بده. شما هر سوال احمقانه و هر سوال آسون و پیش و پا افتاده ای رو میتونین از چت جی پی تی بپرسین و اون هم هیچ وقت از شما خسته نمیشه و دائم حاضر و آماده است که به سوال شما جواب بده. دنیا خیلی سریع داره عوض میشه بچه‌ها. لطفاً چشماتون رو باز کنین. یه قطره هم که شده از موضوعی که جدید هستش رو یاد بگیرید. من به اندازه توانایی خودم و نیازهای خودم دارم از چت جی پی تی استفاده میکنم. چیزایی که خودم هم دارم ازش استفاده میکنم این هستش که تو ادیت ویدیوهای یوتیوبم میام ازش کمک میگیرم. خب امیدوارم که از این موضوع امروز هم خوشتون اومده باشه. اگر که کانال من رو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی و تا تجربیات بعدی فعلا خداحافظ.